عمری عزیز سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام بر شما عرض می‌دارم. علیکم السلام. و به همکارایتان و کسانی که مهنازه ما را از طریق پرده تلویزیون معارف بیننده هستند سلام عرض می‌دارم. علیکم سلام، سلامت باشین برادر گرامی. در ابتدا اگر یک معرفی کوتاه از خود داشته باشین. ما هستم اسم حافظ مریض از ولایت بغلان هستم. بله. ولسوالی مرکز. بله. بسیار خوش آمدید میگم شما را. عمری صاحب عزیز و گرامی، از زمستان چگونه میگذره؟ الحمدلله شکر است میگذره الحمدلله. امروز هوای سرد چطور هستن؟ والا هوای سرد الحمدلله خوب است میگذره دیگه. شما از طرف بغلان اینجا آمدین؟ از طرف بغلان بله اینجا. آب و هوا در بغلان چگونه است؟ الحمدلله خوب است بهتر است میگذره. کابل سردتر است یا بغلان؟ والا خانه ما فعلا همینجاست. بله. طرف کابل است. و دیگه الحمدلله خوب است دیگه، هوایش گرم اینجا کمی سرد است. بله بله. چطور آب و هوا اونجا پاک است یا مثل کابل با تاسف کثیف است؟ والله اعلم دیگه، الله بهتر میفهم از ما کردن. بله بله بسیار. باز دیگه مصرف چی کار است عمری صاحب گرامی؟ الحمدلله ما دیگه مصروف همین درس هستیم. الحمدلله مدرسه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درس میخوانیم. قرآن کریم حافظه الحمدلله حافظی را خلاص کردیم. ماشاءالله بسیار خوب. و دیگه کتاب شروع کردیم، 2 درجه کتاب خواندیم الحمدلله. و دیگه در بخش از ضمن ازیه یک ترانه خوانی الحمدلله داریم. ماشاءالله فوق العاده عالی است. عمری صاحب گرامی برای برنامه صبح معارف امروزی تحفه آوردین امروز؟ بله آوردیم، یک 2 ترانه به لسان دری و پشتو. بله فوق العاده عالی است. در ابتدا میایم شنونده می باشیم ترانه زیبا که به زبان دری هست. بفرمایید. و ما بیننده عزیز هم با دل جان شنونده هستیم. من امیدوار هستم بیننده های عزیز هم بتوانند از ترانه‌ای که عمری صاحب گرامی آوردن لذت ببرند. بسم الله الرحمن الرحیم. احمد مجتبی شوم قربانی نامت، منور شده این جهان ز انواری نامت، منور شده این جهان ز انواری نامت. مصطفی رسول خدا شافع محشر، مصطفی رسول خدا شافع محشر. ورد زبانم کنم همیشه من این نامت، ورد زبانم کنم همیشه من این نامت. بین هست روان بوی زی تو رسد مشامش، مجنون و عشاق نامی تو شد هر کدامش. خاکی پایت را کنم سرمه با این 2 چشمان، من شوم قربانی نامی نیکو و نشانش. احمد مجتبی شوم قربانی نامت، احمد مجتبی شوم قربانی نامت. منور شده این جهان زی انواری نامت، منور شده این جهان زی انواری نامت. بگرام چقدر ترانه زیبایی بود در وصف پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. چقدر زیبا بود واقعا. خب ترانه بعدی که به زبان پشتو آوردیم او را اگر کوتاه بر ما بخوانید بسیار خوب میشه. فعلا بله فعلا بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. نصر زخمونه لوی خدای نور دواشی دعوتن پا خلو خوار مسکاشی. نصر زخمونه لوی خدای نور دواشی دعوتن پا خلو خوار مسکاشی. وتل خلق افغانان دی بیرته راشي دا وطن په خوله خواره مسکاشي. دا اتحاد رسې کړي کلکا، دا اتحاد رسې کړي کلکا. خدایا مکه دغه امارت درنه ټوټه شي، خدایا مکه دغه امارت درنه ټوټه شي. نصر زخمونه یې لوی خدایا نور دوا شي، دا وطن په خوله خواره مسکا شي.
ماشاءالله ماشاءالله. عمری صاحب گرامی چقدر ترانه زیبایی بود در وصف کشور عزیزمان افغانستان. خب عمری صاحب گرامی به حیث یک جوان برای سایر جوانان پیام داشته باشین. کامراهای تلویزیون معرف در خدمت شماست. کامراهای زیاد و پیام های زیادی خو ندارم، از این قصد که بیان در مدرسه البته درس بخوانن، باید بله. کشور خدا باید به دست خودشان جور بکنن. سلامت باشین، موفق باشین، بسیار خوش شده. تشکر.